دوستان، من روی این سطح گچی گل خوش کردم. گلم هم قهوه‌ای بوده. الان نگاه کنین، بعد از اینکه چندین بار با صابون و اینا شستمش، بازم تو منافذ این گل نفوذ کرده. خب حالا شما فکر کنین یه قالب گچی داشته باشین، توی اون قالب گچی گل سفید ریخته باشین، ولی متوجه نمیشین که این منافذ پر از دوغابه و گل درون این منافذ نفوذ کرده. بعد هر چی که کار انجام میدین به این کار میچسبه و کارتون خراب میشه. من الان اینو چندین بار با صابون شستم، ولی بازم توی منافذ همونطور که میبینین، اینجا رو قشنگ میبینین، توی منافذ نفوذ کرده و رنگ سطح گچیمون شده قهوه‌ای. فقط هم تنها راهش اینه که سنباده بکشید، سنباده نرم بکشید تا این منافذ کاملا صاف بشه و اثری از اون گل نمونه.